با سلام و درود عزیزانی که به حرفای من گوش میدن و درد دلای من گوش میدن. من یه ماه پیش گردنم رو عمل کرده بودم. امروز رفتم اسکن MRI سر گرفتم. صبح رفتم بیمارستان، یک بود اومدم، یک همینجوری افتادم، الان بلند شدم. از اونجا که تمام شد که گفتم دختر سوم به دنیا اومد. دختر سومم به دنیا اومد و مادرم مریض بود. مادرم برده بودن دکتر رو آورده بودن و من فردا صبح بلند شدم، بیمارستان ترخیص کرد و من اومدم خونه. دیگه کمرم بر مثلا جرأت خوابیدن نداشتم. اگه میخوابیدم میومد من له میکرد، فحش زشت به پدرم. پدرم مرده بود، به قبرش میداد، مادرم رو فحش میداد، خواهرم، زن داداشم رو فحش میداد. من باید تا غروب همه چی آماده میشد. یعنی خورشت، از این خورشتایی نه که آتاشخال، یعنی صبح بذار نم نم بجوشه، شب بیانو بخور. فسنجون اون موقع فریزر نبود که با دست باید همه چی را خورد میکردیم، با دست باید انجام میدانیم، لوبیا رو خوش میکردیم. اونجوری نبود که من اصلا استراحتی نداشتم. هیچ. برادر شوهرم که همیشه خونه ما بوده، یعنی دیگه همیشه پسرموش و همه خونه ما میخوابیدن، میخوردن، میپاشیدن، غذا درست میکردم، چای میآوردم، عصرانه، صبحانه، شام، من چه میدونم، قبلا نهار کوفت بخورن ایشالله. این دخترم سومیم الان با هم قره. الان فعلا با هم 1 سال با هم قره. زحمتی که من براشون کشیدم خدا میدونه، خدا فقط میدونه. یعنی هر کاری که شما بگی من رفتم انجام دادم. پول آوردم برای اونا، لباس خریدم، تنشون کردم. فامیلای ما انگوش بده هم میموندن، میگفتن که مثلا اینا رو از کجا میخری؟ شوهرت میخره؟ میگفتم آره شوهرم میخره. کجا شوهرم میخره؟ شوهرم گور به گور بشه ایشالله. بعد دیگه این بچه 3 تا بچم اضافه شد، بدبختی های منم اضافه شد 3 تا بچه. هیچی هم حالیم نبود که آقا بچه نیارم. کسی هم نداشتم بهم بگه بابا چرا این طول سگا رو دالستان میاری؟ برای چی اینا رو میاری تو؟ آقا چرا میاری؟ چون پدرم بچه بودم مرده بود. کس برادرای بی ارزه و بی غیرت و بدبخت و بیچاره داشتم. پشت نداشتم. خودم هم سواد نداشتم. دیگه این دخترم هم موند. بالاخره دیگه بدبختی های ما دیگه همه جور شروع شد و غذا درست کن کهنه بشه. روز 3 بار 3 تا لگن کهنه میشستم. اگه میومد میدید کهنه لگن توش کهنه توشه، من میگیره تا حد مرگ میزد. پولم که نمیداد، اصلا نمیداد. میگفت که ها که مرده پاشیدم بیرون، هیچی نه، اصلا گرونه، نمیشه بخری، اصلا هیچی نمیشه بخری. بالاخره این درد سرا میگم که من 30 تا پیاز اگه بخوام بگم 1 سال اگه صحبت کنم، اون 1 سال تموم نمیشه برای من. چون من هیچ کس پشتی نداشتم، فقط کتک خوردم. دختر سومم که دنیا اومد، بالاخره اینم بدبختی و مستاجری و اینجا بکش اونجا بکش. اسباب کشی میخواستیم بکنیم، میرم من باید اسباب کشی میکردم. یک کمد کهنه‌ای داشتیم، اونو باید پیش ماره میکردم، وا میکردم، بعدم میبردم اونجا پیش ماره میکردم. خونه رو باید تمیز میکردم، شام میذاشتم، دست گل میکردم که غروب میومد میدید خونه تمیزه. خونه همه چی شام آماده است، همه چی آماده است، شامم آماده است که مبادا بگیرید دوباره ما رو بزنید. آخه اینجوری نمیزد که
ما فرار میکردیم کوچه میومد ما رو میگرفت میزد، ما میرفتیم بالا پشت ما رو میزد، ما میرفتیم تو بغل یکی دیگه فرار میکردیم میشستیم میگیرم از اونجا ما رو میزد. بالاخره این دیگه بدبختی همونو کشیدیم و مصیبت همونو کشیدیم و هیچ کس نداشتیم یه درد دل براش بکنیم. هیچ کس نداشتیم یه دونه 1000 تومن تو کف دستمون بذاره. هیچ کس نداشتم. فقط خودم بودم و خودم. انقدر درد بدن دارم، انقدر درد دارم که خدا میدونه که بعضی موقع برم خودکشی کنم، اون شهامتش رو ندارم. بعضی موقع میگم برم، اصلا 100 بار برای علی دایی پیغام گذاشتم، گفتم از علی دایی کمک بخوام، اونم جواب منو نداد. دیگه فعلا عزیزان و قربونتون من برم، فالوورای عزیز قشنگ خوبم. نه امروز زیاد حالم خوب نیستش. بعد ازم دیگه اول دیرو دخترم بود برام موبایل میگیره، الان خودم موبایل گرفتم جلو، به خاطر اون زیاد نمیتونم دیگه حرف بزنم. همه تون رو میبوسم، فالوورای عزیزم. الهی سلامت و موفق باشه. شما رو به خون حسین حمایتم کنید، منو فالو بکنید، من برام کامنت بذاریم، بذار این در چیزم بره بالا، شاید یه چیزی به من رسید. تو رو خدا، شما رو به خدا من خستم، خدا شاهده، پاهام عمل میخواد، گردنم داری میشکنه، 1000 جو بعد و الان 100 تا عمل باید بشم دوباره، پولشو ندارم. خدا نگهدار عزیزان من، میبوسم باتون. خداحافظ.